خوشحالم که ما رو قابل دونستم و تشاوردن برنامه رو دید. عرض کنم که آقای ایدی گفتم به من تشریف دارن اینجا. دوست نازنین و پرطرفدار آقای مهران مدیری تشریف دارن. عرض کنم که بعد یک شانس من دارم امشب که خیلی مهمه که بار اوله که من این شانس رو پیدا کردم که خانواده من اینجا تشریف دارن. حالا باید عرض کنم اولا من